ریچارد برد جونیور هوانورد و کاوشگر نیروی دریایی ایالات متحده و اولین کسی بود که بر فراز قطب جنوب پرواز کرد. در سال 1957 بعد از مرگ ریچارد، پسرش یک دفترچه خاطرات قدیمی رو در وسایل پدرش پیدا کرد. این دفتر حاوی نوشته‌هایی بود که تمام آمریکا رو در بهت فرو برد. مقدمه نوشته‌های ریچارد این بود: زمانی میرسد که ضرورت حقیقت عقلانیت را پنهان می کند. من در حال حاضر این صلاحیت را ندارم که اسناد زیر را فاش کنم. ممکن است این موضوع هرگز برای عموم مردم فاش نشود، اما این وظیفه من است که هر چرا که روزی خوانده می شود یادداشت کنم. شما در حال تماشای مجله خاکستری هستید و امروز میخوایم به یکی از عجیب ترین تجربه های یک انسان در قطب جنوب بپردازیم. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا عملیات محرمانه‌ای را برای اکتشاف و تأسیس یک پایگاه نظامی در قطب جنوب آغاز کرد. دولت آمریکا از ریچارد برد، کسی که کاوش‌های مهمی از جمله اکتشاف بزرگترین آتشفشان قطب جنوب را انجام داده بود، خواست که فرماندهی این عملیات را بر عهده بگیره. فرمانده ریچارد رهبری این عملیات را پذیرفت و این آغاز سفر و تجربه ناشناخته ریچارد بود. این عملیات 4 ماه طول کشید و اکتشافات مهمی از جمله کشف 3/4 سواحل قطب جنوب در اون صورت گرفت. اما در ماه 3 عملیات اتفاق بسیار عجیبی رخ داد. یکی از اهداف رسمی این مأموریت بررسی مکانها برای تأسیس پایگاه‌های نظامی احتمالی آمریکا در قطب جنوب بود. اما طبق شواهد، فرمانده ریچارد در طول این اکتشافات به چیزی بسیار غیرمنتظره برخورد کرده، چیزی که ریچارد تا حتی بعد از مرگش اون رو به صورت یک راز نگه داشت. فرمانده ریچارد در دفتر خاطرات خودش که بعد از مرگش توسط پسرش کشف میشه، داستان شگفت‌انگیزی رو تعریف میکنه. فرمانده برد در نوشته‌های دفتر خاطراتش ادعا میکنه که یک حفره در قطب جنوب وجود داره که به مرکز زمین راه داره. برد وارد اون حفره میشه و ناگهان چیزهایی رو میبینه که نباید در قطب جنوب وجود داشته باشه. هوای داخل حفره بسیار معتدل بود. ریچارد هر چقدر به جلو حرکت میکرد، پوشش اون منطقه سرسبزتر و سرسبزتر میشد و این تازه شروع داستان خارق‌العاده ریچارده. ریچارد ناگهان با یک شهر بزرگ که به گفته خودش از کریستال‌های رنگی ساخته شده بود مواجه میشه. هواپیمای اون توسط اجسام بشقاب پرنده کنترل و به سمت زمین هدایت میشه. اونها ریچارد رو به یک غار میبرن و ریچارد با موجودی ملاقات میکنه که مستر یا استاد صدا زده میشده. مستر به ریچارد از نگرانیش راجع به زمین میگه، از کارهای ترسناکی که انسانها با سلاح‌های هسته‌ای انجام میدن و اینکه چطور با این سلاح‌ها هیروشیما و ناگازاکی رو نابود کردن. اونها به ریچارد میگن که امیدوارن بشریت در آخر این کارهای خطرناک رو متوقف کنه، چون که زمین نه فقط خونه انسان‌ها بلکه خونه اونها هم هست. برای محققانی که سالهاست در حال تحقیق روی بشقاب پرنده ها هستن، این گزارش فرمانده برد از این جهت حائز اهمیته که شروع دوران مدرن بشقاب پرنده دقیقاً بعد از جنگ جهانی دوم و انفجار اولین بمب اتمی بود. تعداد زیادی از یوفوها در اطراف سایله‌های موشک‌های هسته‌ای دیده شدند. روایت ریچارد برد با روایت‌ها و گزارشاتی که از دیده شدن موجودات بیگانه شنیده میشه کاملاً مطابقت داره. بارها و بارها افسران نیروی هوایی در سایله‌های موشکی ایالات متحده گزارشاتی از دیدن بشقاب پرنده‌ها و موجودات بیگانه ارائه دادن. این موضوع بسیار عجیبه، اینکه اکثر گزارشات دیده شدن موجودات بیگانه به سلاح‌های هسته‌ای مربوطه. انگار این موجودات از این نگرانن که ما در نهایت نه تنها به خودمون و نسل بشر بلکه به زمینی که امکان داره خونه اونها هم باشه آسیب جبران ناپذیری وارد کنیم.
اگر تجربه های روایت شده در دفتر خاطرات فرمانده برد حقیقت داشته باشه، نه تنها نشون میده که موجودات بسیار پیشرفته‌ای در عمق زمین زندگی میکنن، بلکه نشون میده که اونها بر هر چیزی که در سطح سیاره ما اتفاق میفته نظارت دارن. طبق نوشته های ریچارد، بعد از پایان عملیات، ریچارد به یک مجمع دولتی فراخوانده شد و بهش دستور اکید داده شد که سکوت کنه و هرگز این موضوع رو علنی نکنه. آیا روایت فرمانده برد میتونه به تئوری‌های عجیبی که در مورد وجود موجودات بیگانه از دوران باستان تا به الان وجود داشته اشاره داشته باشه؟ جواب دانشمندان فضایی به این سوال بله هست و معتقدند که انسان‌ها با سرعت در حال نزدیک شدن به زمانی هستند که خودشون رو در روی موجودات بیگانه می‌بینن.